سلام یوبکس گنگ یوتیوب، حالتون چطوره؟ امیدوارم هر جای هستید حالتون عالی باشه. خیلی خوش اومدید به یک ویدیو جدید و خفن دیگه. آقا امشب اومدیم بریم سراغ یکی از خفن ترین و جدیدترین کدای DNS و به علاوه DNS که قرار امشب براتون بدم، قرار بریم تایتل جدیدی که کلا توی اچیومنت ها اضافه شده و تقریبا میشه گفت مثل تایتل سیزن قبل که 7 مچ بعد میرفتی و وین میکردی و این چیزا. یعنی یکی از تایتل های مهم پابجی موبایل. حالا رفقایی که دوست داشته باشن میتونن اینو بگیرن و من توی این ویدیو قرار شد که هم براتون گیم پلی رو بذارم و هم از این طرف خود DNS رو براتون بذارم و از این طرف هم کلا تایتل هم براتون بگم که شما چجوری این تایتل رو دریافت کنید و ازش استفاده کنید. که خب رفقا، قبل از اینکه بریم سراغ ادامه این ویدیو، لطفا لایک ویدیو رو همین اول کار بکوب تا یک حمایت خفنی از من بشه. کانال ما رو سابسکرایب کن و کلا زنگوله رو هم بذار روی آل. چیزی نمونده 3000 تایی بشیم. دمتون خیلی گرمه. بریم سراغ ادامه این ویدیو. لیتس گو. خب رفقا، همینجور که اول ویدیو براتون گفتم، امشب قراره بریم سراغ یه گیم پلی خفن، یه کد DNS خفن و از اون طرف هم یکی از تایتل های مهم پابجی موبایل. حالا خودتون میبینید که رفقا حالا آپدیت جدید به بازی اضافه شده و ما میریم کلا روی آپدیت لند میکنیم و کلا این DNS رو من همین اول کاری زدم و رفتم توی مچ تا تستشو بگیرم که خوشبختانه یکی از بهترین DNS ها در اومد که حتی پینگ من توی کلاسیک اونم با اسکواد تا 28 هم اومد که توی برای آیپد پلیرها پینگ 28. یعنی چجوری براتون بگم، حکم AMS 5 داره. اینجوری براتون بگم یعنی تا این حد کم پیدا میشه. یعنی در کل مچای خیلی کمی پیش میاد که حالا ما بتونیم همچین پینگی دریافت کنیم. تازه سرور نبوده که در کل بگیم ایرانی افغانی باشه، نه، تمام کسایی که با همون افتادن اهل کشور نمیدونم پاکستان و کلا خارجی بودن دیگه. اینو براتون بگم و خلاصه یکی از بهترین کدای DNS و گفتنم اینه که رفقا این کد DNS توی نسل 6 و نسل 4 تست شده که حالا من فقط نسل 4 رو براتون قرار میدم. یعنی فقط همین دو تا کد کوچیک رو براتون قرار میدم. فقط کافیه که بذارین توی DNS چنجر، استارتش رو بزنید و ازش استفاده کنید. که خب رفقا، این بحث کد DNS که حالا فکر کنم 0 تا 100 توضیح داده باشم و از اونجایی که دیگه بیشترمون هر روزه داریم DNS های مختلف تست میکنیم، دیگه نیازی نیست که حالا من بخوام براتون توضیحات بیشتر راجع به DNS بدم که چیکار بکنین چیکار نکنین. دیگه این چیزا رو همه رو خودتون میدونید. و خب بعد حالا میریم سراغ تایتل. از اونجایی که رفقا حالا خودتون میدونید پابجی موبایل توی این دو سیزن آخر برای رفقایی که تایتل های آنچنان خفنی مثل میتیک فشن یا یونیک دستنی و این چیزا رو ندارن، دیگه داره تایتل هایی میاره که اگر طرف پلیر باشه راحت میتونه این کلا تایتل ها رو دریافت کنه و ازشون توی اکانتشون استفاده کنه و میتونه به عنوان یک کلا تایتل کمیاب توی اکانتش داشته باشه. که حالا ما امروز رو فقط رفتیم این تایتل رو گرفتیم که تایتلش هم حالا فرقی نمیکنه. شما هم میتونید کلا اسکواد پلی بدین، هم میتونید 2 به اسکواد، هم 2 به 2 و هم سولو میتونید راحت پلی بدین. و گفتنم اینه که فقط وقتی شما میرین کلا توی مود میپرین، احتمالاً همتون آپدیت کردین دیگه، وقتی برین روی مود بپرین و این کلا زامبیا رو بکشین، بعد براتون یه 2 تا سکه مثل سنگ و نمیدونم همچین چیزای براتون میده، حتما به چشتون خورده. حالا من اسمش رو نمیدونم ولی خب در کل ما به اونا نیاز داریم تا حالا بتونیم تایتل رو دریافت کنیم. فقط کافیه رو فقط برین روی مود بپرین یا در کل از توی خود مود بردارین یا حالا این زامبیای دور و برتون رو بکشین و در کل بتونین اون کلا سنگا رو بردارین. در کل بعد از این کارا فقط این سنگا رو برداشتین، فقط کافیه که برین توی مچ. کلا حالا یا میتونین کاویری یا میتونین راشی، حالا بستگی به اسکواد و بستگی به بازی خودتون داره. هر جوری که تونستین پلی بدین تا اینکه کلا برسین به کلا تاپ 2 و تاپ 2 که رسیدین رفقا، فقط کافیه برای گرفتن تایتل نفر آخری که توی مچ هست و با همون سنگا یا با همون شمشیری که براتون میده باید نفر آخر رو کیل کنین و میبینین که وقتی که شما از بازی بیان کلا میبینین که براتون این تایتل رو داده و شما حالا میتونین از این تایتل استفاده کنید. و رفقا این هم براتون بگم مثل سیزن قبل نیست که حالا یه نفر مثلا بره 7 مچ وین کنه و آخر مچ به هر 4 نفر بده. نه، اینجوری نیست. فقط کافیه که تکی تکی این کار رو انجام بدین تا حالا کل اسکوادتون بتونه از این تایتل استفاده کنه و خلاصه این تایتل رو روی اکانتش داشته باشه. و خب رفقا انشالله که این کلا توضیحاتی که براتون دادم کارساز بوده باشه دیگه. والا 0 تا 100 چیزی که حالا من خودم فهمیدم همین بوده و اگر امشبم براتون ویدیو یکم دیرتر آپلود میشه فقط به خاطر گیم پلی گرفتن بود که حالا آخر کاری یا کلا به تاپ 2 نمیرسیدیم یا نمیدونم
کلا طرف زومگیر میشه، اصلا خلاصه یه بدبختی. یعنی در کل دیگه حالا من 0 تا 100 براتون توضیح دادم، ان شاء الله که خوشتون اومده باشه. دیگه حالا عشق دیگه حمایت کنید دیگه، نمیدونم چی بگم، 0 تا 100 فکر کنم همین بود دیگه، چیز خاصی هم نداشت. ولی خب اگر سوالی دارین توی کامنت ها ازم بپرسین، حتما براتون جواب میدم تا در کل بتونین این تایتل رو به صورت کاملا ساده و راحت دریافت کنید. دیگه عشقید، خیلی دوستتون دارم، تا آخر گیم پلی همراه من باشید و دیگه لطف کنید که ویدیو رو لایک کنید و کد DNS هم وسط گیم پلی براتون قرار گرفته، راحت میتونید اسکرین شات بگیرید و از این کد DNS خفنمون استفاده کنید. عشقید، خیلی دوستتون دارم، مراقب خودتون باشید. توی ویدیو بعدی و توی چنلم میبینمتون. بهش بزن دیگه با خورش گرفتم، بیا واسه منم